اگه دنبال یه امضای صوتی برای کانال یا برندت هستی یا میخوای تبلیغاتت حرفه‌ای‌تر به نظر بیاد، این ویدیو برای توه. پس اگه ما رو اشتراک ندارین سابسکرایب یادتون نره، کامنت برامون بذارید و برای حمایت بیشتر لایک کنید. بزن بریم سراغش. سلام، خوش اومدید به موزیک توری. من محمد رضا اسکندرپور. امروز قراره با هم یه لوگو وایس یا همون اینترو صوتی کوتاه برای برند بسازیم. سریع، خلاق و اختصاصی، فقط با کمک سونو و بدون نیاز به داشتن استودیو یا خواننده حرفه‌ای. سونو یک ابزار تولید موزیک با هوش مصنوعیه که اجازه میده از طریق متن موسیقی بسازیم. امروز هدفمون ساخته وله کوتاهه که اولش یه ملودی اوپنر داریم، بعدش یه بخش آوازی چند صدایی که خواننده فقط عبارت فارسی موزیکایی رو میخونه. یعنی ملودی، مولتی وایس هارمونیک با عبارت فارسی ساده و جذاب. خب، تو سونو دو تا کادر مهم داریم. اولیش لیریک، همون متن آواز یا هر توضیحی که میخوای توی ترانه باشه. اینجا ما عبارت فارسیمون رو دقیق مینویسیم. دومی استایل، توضیحاش به انگلیسی که میگه سبک، حس، سازبندی و ساختار چجوری باشه. اونجا میگیم اول ملودی اوپنر، بعد بخش هارمونیک وکال و اینکه وکال فارسی باشه. نکته مهم، اگه برند ایرانی هست لیریک رو فارسی بذار، استایل رو انگلیسی. خب الان صفحه سونو رو دارم. اول لیریک رو وارد میکنم، ساده و کوتاه چون یه وله است. من توی ورد کپی کردم چیزی که میخوام و الان اینجا وارد میکنم. حالا دقت کنید چرا 3 بار من نوشتم، چون میخوایم حس چند صدایی و هارمونی رو القا کنیم. این مدل هوش مصنوعی تولید موسیقی معمولا وقتی عبارت تکرار میشه هارمونی و بک وکال اضافه میکنه. اگه بخوای میتونی هر تکرار رو با یه علامت یا دستور اضافه مثل لو هارمونی یا های هارمونی هم مشخص کنی، ولی همین حالت ساده هم خیلی جواب میده. حالا میریم سراغ استایل. اینجا باید دقیق باشیم چون مدل از این متن میفهمه چطور سازبندی و ارنجمنت درست کنه. من این استایل رو کپی میکنم، توی ورد دارمش. بهتون بگم بچه ها نیاز نیست که حتما زبانتون خیلی فول باشه، میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده کنید همونطور که من استفاده کردم. مهم اینه که متن فارسیتون رو با دقت بنویسین که ترنسلیت انگلیسیش درست و واضح در بیاد. نوشته A short energetic opening jingle with an instrumental intro that leads into a bright harmonic multi-voice vocal section. The vocals should sing only in Persian. حالا من ازش خواستم فارسی باشه. Repeating the phrase موزیکتوری. Pop anthem style, uplifting with rich vocal harmonies and a catchy theme. چند تا کلمه کلیدی اینجا مهمه. Opening jingle, instrumental intro, harmonic, multi-voice vocal و قسمتی که مشخص کردم فارسی باشه، پرژن و کچیتم. یعنی شما تقریبا این کلمات رو باید داشته باشین. حالا میتونید جای دیگه رو تغییراتی بدین. خیلی خلاصه و سریع بگم یه سری نکات ریز که کیفیت کار رو بالا میبره. اگه میخوای وکال گرمتر باشه بنویس وار اینتیمیت وکال تون. برای فضای اپیک یا سینمایی بنویس لاش سینماتیک پدز. اگه میخوای هارمونی 3 صدایی بنویسی
3 parts harmony low mid high. اگه اسم خواننده واقعی رو وارد کردی و خطا دیدی، خطای حق نشر یا محدودیت، به جای اسم توصیف صوتی بدید، مثل female lead with airy timbre. این قسمت ها هم میتونن در استایل اضافه بشن، اما یادت باشه مختصر و دقیق باشه. خب من الان این دوتا کادر مهم، لیریک و استایل رو که پر کردم، میرم برای باقی قسمت ها. فقط دقت کنید من براتون داخل دیسکریپشن اینا رو میذارم، شما میتونید جای کلمه موزیکتوری برند خودتون رو بذارین. دیسکریپشن رو حتما چک کنین. میام پایین تر، اینجا قسمت وکال جندر میتونم مشخص کنم صدا زن باشه یا مرد. حالا من این دفعه صدا رو زن میذارم. ویردنس و استایل اینفلوئنس رو داریم که من اینو بعداً تو قسمت های بعد براتون توضیح میدم. یه اسمم میذاریم موزیکتوری وله. خب من اینو کریت میزنم، دو نمونه ساخته میشه. سونو معمولا دو نسخه میسازه تا بتونید انتخاب کنید. حالا من نسخه اول رو پخش میکنم، گوش کنید و توجه کنید به بخش اوپنر و ورود وکال. موزیکتوری 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 موزیکتوری. خب حالا چه چیزایی رو باید دقت کنیم و نگاه کنیم بهش؟ آیا اوپنر ملودی واضح داره نسبت به تایمی که داره؟ ورود وکال آیا واضح و هارمونیکه؟ باید برندتون قابل شنیدن باشه و هارمونیا حس پر و گرم بدن. تمپوی مناسب لوگو وایس معمولا بین 90 تا 120 بی پی ام خوبه، نه خیلی کند نه خیلی تند. اگه نیاز به تغییر بود دو تا کار میتونید بکنید. در استایل جزئیات بیشتر اضافه کنید، مثلا اسلوور تمپو، اینتیمیت وکال و دوباره کرییت بزنید. من این کار رو الان انجام میدم که تفاوتش هم ببینیم. خب من این تغییر رو ایجاد کردم، اسم بذارم موزیکتوری 2، کرییت بزنم. خیلی سریع ورژن 4.5 خیلی سریع میسازه و میتونین نتیجهتون رو سریع ببینید. من پلی میکنم. موزیکتوری 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 موزیکتوری. خب این کار رو، این تغییرات رو انجام دادیم. حالا بالاخره چند بار امتحان کنید، هر کدوم که خوشتون اومد همون رو انتخاب کنید. یا میتونید خروجی کار رو که دانلود کردین توی نرم افزارهای داو ببرین، نرم افزارهای تخصصی تنظیم صدا، و با بالا پایین کردن اکولایزر و اضافه کردن ریورب تغییراتی بدین تا حرفه‌ای تر بشه.
حالا فرض کن این لوگو وایس رو توی ویدیوی شرکت میذاریم، اوایل ویدیو تبلیغات یا حتی به عنوان صدای امضای پادکست. همین چند ثانیه میتونه کلی هویت صوتی بسازه. اگه برندت رسمی تره، از هارمونی‌های کمتر و صدای خوشتر استفاده کن. اگه برندی شاد و مدرن داری، هارمونی‌های بزرگ و پدهای سینت مناسب تره. خلاصش اینه: لیریک رو فارسی و دقیق وارد کن، استایل رو انگلیسی و دقیق توصیف کن، اوپنینگ ملودی، هارمونیک، مولتی وایس. چند نسخه بساز و بهترینش رو انتخاب کن. اگه خواستی من برات چند پرامپت آماده تر هم می‌نویسم. اگه دوست داری تو کامنت ها بنویس چه عبارتی میخوای بخونه تا من برات چند استایل مختلف بنویسم. یادت نره لایک و سابسکرایب و زدن زنگوله واقعا کمک میکنه تا ویدیوهای بیشتری بسازم. ممنون که تا انتهای آموزش رو دیدین. تا ویدیو بعدی خلاق باشین و امتحان کنین. موزیکتوری موزیکتوری